فروشگاه زنجیره شهروند از سرمایه گذاران و صاحبان ملک دعوت به همکاری می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهروند مراجعه و یا با شماره تلفن 4884 تماس حاصل فرمایید. جون داغ برادر ندارم یابو. درود بر همه مشترکین تماشاخونه که دارن ما رو میبینن. خانم ها آقایان، من زد هستم. بهترین ها در تماشاخونه. زد یک بازی خلاقانه گروهی از جنس بازی‌های نقش مخفی با دو عنصر شر و خیر است: جاسوس‌ها و ضد جاسوس‌ها. بازی زد ما را به دقیق گوش دادن و دقیق سخن گفتن تشویق می‌کند. زد همانند داستان‌ها و سناریوهای فیلم‌های هیجان انگیز معمایی و جاسوسی تاریخ سینما جذاب و پرتعلیق است. شیفتگان سینما بازی زد را دوست دارند. پاریس 1986. همون همیشگی. اینجا محل کار من. سالها تو این زیرزمین کار من رصد تیم‌های جاسوسی و ضد جاسوسی بوده. من زد هستم. تا دلتون بخواد قصه شنیدم. قصه هایی که برای پوشش جاسوس ها بوده. قصه های قابل باور اما خیالی و پوچ. قصه هایی که باعث مرگ خیلی ها شده. یک نفر توی خیابونا زیر بارون پرسه میزد. همکارای من دستگیرش کردن و بعد از بازجویی آوردنش دور میز. حالا دور این میز 12 نفر نشستن.
2 نفر توریست که کاملا اتفاقی و بی تقصیر اینجا هن. متاسفم. 2 نفر گروگان که شرایط مساعدی ندارن و حتما جونشون در خطره. 4 نفر اعضای تیم جاسوسی که یکیشون سرتیمه و 4 نفر اعضای تیم زد یا همون زد جاسوسی که 1 نفرشون سرگرده. همه شما توانایی دارید برای مبادله زندانی ملاقات با زندانی و درخواست حکم جلب در صورتی که رأی اکثریت رو داشته باشید، ولی فقط 1 بار از این توانایی ها میتونید استفاده کنید. کسانی که مسلح هستن حق شلیک دارن فقط 1 بار. قانون بسیار مهم: هیچ کس حق شلیک به سمت توریست ها و گروگان ها رو نداره. اونا تحت حفاظت من هستن. اگر کسی چنین قصدی داشته باشه من به او شلیک خواهم کرد. هیچ کس حق شلیک به هم تیمی خودش رو نداره به غیر از سرتیم که میتونه به اعضای تیم جاسوسی یعنی تیم خودش و اعضای تیم زد شلیک کنه. زندان ما 4 سلول داره. وقتی 3 تا از سلولا پر بشه من وضعیت زندان رو برای شما خواهم گفت که چه هویت‌هایی در زندان هستن بدون اشاره مستقیم به افراد. اگر هر 4 نفری که در تیم جاسوسی هستن همزمان در زندان باشن شورش خواهند کرد و زیرزمین به تصرف اونا در میاد. 2 کلمه رمز رد و بدل میشه بین جاسوس ها. به تک تک واژه ها خوب دقت کنید. فقط سرگرد از اون کلمات مطلع، پس میتونه کمک کنه برای پیدا کردن اعضای تیم جاسوسی. وقتی زندان پر شد و فرد یا افرادی کشته شدن، یکی از شما احتمال خوابزدگی داره. فرد خوابزده از 1 نفر کشته شده میتونه سوال کنه. لطفاً سوال به گونه‌ای باشه که جوابش بله، خیر و یا نمیدونم باشه. فرد کشته شده به شما حقیقت رو میگه و بعد از اون در سکوت کامل خواهد بود. پس از این به بعد به تک تک واژه ها خوب گوش کنید. در هنگام گفتگو و معارفه این کلمات گفته میشه. کلمات مشترک یعنی رابطه جاسوسی و اگر گفته نشه اون وقته که سرگرد هم میتونه از اسلحه‌اش استفاده کنه. فینال دوم، رقابت دوم. آقایی که سمت چپ من نشست با سویشرت سرخابی، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بگید در شهر پاریس چه میکنید. من کمدینم، کمدین فرانسوی، ژولی دوفونس. من نوجوان بودم با یه رفیقم آلن میرفتیم تو جمعا سر خیابونا و معاشرت میکردیم. آلن دلون. همه دخترها همه پسرها همه توجهشون به آلن بود. همه دور اون جمع میشدن. من خیلی تنها بودم. یه بار رفتم گفتم آلن تو چی کار میکنی؟ گفت اگه میخوای کسی دوستت داشته باشه باید بخندونیش. هر کی توی کاری کردی و خندید بدون اون دوستت داره. و من از اون روز سالا فقط مشغول اینم که آدما رو بخندونم. اگه غم دارم بخندونم، اگه درد دارم بخندونم، اگه تنهام بخندونم، که روزی یکی بخنده به من و منو دوست داشته باشه و منو تنهایی در بیاره. ولی در تمام این سالها همه اون آدم‌هایی که من می‌خواستم بخندونمشون تو داشته باشمشون تو آغوش معشوقشون لم دادن و منو دیدن و خندیدن و هر کدوم از زندگی‌های اونا و تماشاشون آرزوی من بوده. اونجا بود فهمیدم که علاوه بر بانمکی آلن دلون باید یه ذره قیافه آلن دلون هم داشته باشی. این بود که سرخورده شدم، گفتم میرم برج ایفل. تک تک واژه ها خوب دقت کنید. فقط سرگرد از اون کلمات مطلع. من اونجا خودکشی میکنم. رفتم و مشغول خودکشی بودم که پلیس اومد گرفت منو. گفت چی کار میکنی؟ گفتم خودکشی. گفت برای خودکشی باید بری بالای برج بپری نه پایین برج. اونجا بود که منو دستگیر کردن و آوردن اینجا. نمیدونم این پوششی بود، میخوان بلایی سر من بیارن، چیزی به من ببندن، ولی من فقط میخواستم بخندونم آدم ها رو. متشکرم. آقایی که عینکشون رو روی میز گذاشتن،
من آرمینم، یک مدیر برنامه فوتبال. بهم گفتن که یه بازیکنی هست توی پاریس که اسم و رسم درست حسابی نداره ولی خیلی بازیکن خوبیه. اومدم اینجا برای اینکه بتونم براش یه تیمی پیدا بکنم. اما توی قراری که باهاش داشتم رو من اسلحه کشید و منو به زور آورد توی این زیرزمین و من بیگناهم. همین. مرسی. متشکرم. مردی با کلاه خردلی. من وحید هستم، اخاذ خفتگیر، جیببر سابق و ورزشکار فعلی. سالهای سال با جیببری و خفتگیری و تلکه کردن روزگار میگذروندم. باندی داشتیم با همکارا، موفقیت آمیز، همیشه پروژه‌های خوبی عملی می‌کردیم، پول خوبی در می‌بردیم بدون زحمت. خصوصا اینکه توریستم توی پاریس زیاد میومد. غرق عکاسی و لذت از مناظر اینا می‌شدن، ما راحت جیببری می‌کردیم. یه شب که داشتم برنامه یه کمدین به نام ژولی دوفونس رو می‌دیدم، وجدانم بیدار شد. تصمیم گرفتم که این کار رو بذارم کنار. تصمیم گرفتم با ورزش شروع کنم، چون ورزش آدمو به راه مثبت تشویق میکنه. رفتم سمت ورزش، کم کم فاصله گرفتم، زندگی شرافتمندانه رو شروع کردم، هرچند که آیدیش خیلی کم بود. دوستانم میدونستن که شیفته و فن ژولی دوفونس هستم و برنامه‌هاش رو همیشه دنبال میکنم. رفقای سابق میگفتن بیا دوباره با هم کار کنیم، میگفتم نه، من دیگه دنبال این کار نخواهم رفت. گفتن ژولی دوفونس برنامه داره، برات بلیت گرفتیم. همراه شدم با اونا که بریم کمدی ژولی دوفونس رو ببینیم. فهمیدم که دروغ بوده و دست و پامو بستن، منو آوردن اینجا تو این زیرزمین. امیدوارم که زودتر از اینجا خلاص بشم. آقای شماره 22. من علی صالحیم، کسی که باعث شهرت آلن دلون در ایران شده. اسم هنریم خسروشاهیه. با این اسم منو میشناسم و از من دعوت کردم برای تجلیل در فرانسه که باعث معروفیت آلن دلون شدم. اومدم فرانسه برای تفریح و مراسم تجلیل. دعوت شما باعث افتخار من آقای عزیز، اما یه چیزی صد راهه. من بازداشتم. متاسفانه در فرودگاه منو گرفتن کردن توی گونی و آوردن این زیرزمین. شما رو میخوان. حرفت تموم شد، خودت هم میدونی. کسی که بودید؟ دروغ گفتم، من علی صالحیم. آقایی که توسی پوشیدید. سلام، من فرزین محدث هستم. من استاد فلسفه دانشگاه سوربن هستم. خوب در آوردن. همه به ما فلسفه میخندن، بعد به خودتون بخندید. من فلسفه درس میدادم، دانشجویی داشتم اونم فلسفه میخوند. یک خانم موقری بود، یه روز منو دعوت کرد منزلشون که خصوصی فلسفه درس بدم. رفتم منزلشون، داشتم فلسفه درس میدادم. رفت یه چای خنک برای من آورد، خیلی چایش غلیظ بود. من چای رو خوردم، خندیدم، قرمز شدم، بیهوش شدم. هوش اومدم، چشام بستن. ما فلاسفه یک جمله مهم داریم، ما می اندیشیم و کم حرف میزنیم. درود. متشکرم. مرد جوان شما. من امیر کاظمی ام، مطب دارم پاریس، جراح مغز و اعصابم. یه بیمار داشتم علی صبوری. متاسفم کاری از دست من بر نمیاد. ساعت 5 قرار بود بیاد، نیامد. مریضش بیمارش حس بدی بهم دست داد، بعد دست ندادم باهاش، فکر کنم ناراحت شد، منو گرفتن آوردن اینجا.
چی گفتم؟ خانومی که میخندید شما؟ منم استاد مقدس، من الیکام. خوب هستین؟ منم اینجام. من برای بقیه کسایی که اینجا هستن، من توی دانشگاه سوربن در بخش غذاخوریش و اینا یه بخش شیرینی پزی داره. من اونجا تختتن تولید میکنم. تختتن شیرینی خیلی خوشمزه و چیز استاد مقدس هم خیلی دوست دارن همیشه. به من گفتن برای مواد اولیه میتونم بیام اینجا، گفت آدرس این زیرزمین رو دادن، گفتم بیا اینجا میتونی مواد اولیت رو تهیه بکنی و اینجا ارزون تره و اینا، ولی مثل این که گول بود. بعد دیگه چشم‌بند زدن بهمونو، گفتن باید اینجا بمونین. ولی کسایی که اون لحظه که منو گرفتن آوردن تو، یه خورده این آقایی که سعی می‌کرد آقای خسروشاهی رو در گفت من خسروشاهی اسمم و اینا، یه ذره برام صداش آشناست. یه کوچولو هم یه آقایی بود، فکر میکنم شبیه یول برینر بود. که چیز بود، اونم یه ذره بر من عجیب غریب بود. فکر کنم اونه اصلا. متشکرم. خانم شما؟ سلام، من صحرا اسداللهی هستم، متولد شهر نیس فرانسه. طبق معمول هر سال پنجشنبه‌های آخر سال میرفتیم سر خاک زیارت اهل قبور. اومده بودم سر خاک ژان پل سارتر، داشتم براش فاتحه میخوندم و طلب خیر میکردم و طلب مغفرت میکردم از طرف خدا. همینجوری که داشتم خودم رو میزدم برای آقای سارتر رو، همینجوری خاک رو هم داشتم میریختم تو سر و کلم، دو تا مأموری اومدن از پشت دستامو پستن، یه دستمالی گذاشتن روی بینیم، دیگه هیچی نفهمیدم. من اومده بودم فاتحه بفرستم برم، الان نمیدونم اینجا چی کار میکنم. خانم صورتی؟ سلام، من مریم مومنم. بالا ما یه چند وقتی خیلی بدجور مریضم. بعد مام بزرگم گفتش که تو چش خوردی. بعد گفتش که پاشو برو پیش این فالگیره رماله یه دعایی چیزی برات بنویسه، ما در خیلی چش میخوری. من پا شدم از مشکین اومدم تهران دنبال این فالگیره. گفتن که بابا این پولش دیگه اصلا زده به آسمون و رفته فرانسه و بعد اونجا قشنگ داره فالگیری میکنه و رفته اونجا. منم دیدم خیلی مریضم، 3 هفته از سرم به دستم، نابودم. گفتم پاشم برم فرانسه دیگه. اومدم فرانسه گشتم، بعد گفتن که زیر برج ایفل داره کفبینی میکنه. زیر برج ایفل داره کفبینی میکنه. من الان اومدم این آقا رو پیدا کنم که به من بگه مثلا چه دعایی نوشتن. اینا دیدم که به جای اینکه کفبینی کنه وایساده یه عملیات دیگه‌ای داره انجام میده پای اون برج ایفل. بعد دیگه بعدش نفهمیدم دیگه، چشمام بسته است و اینجا گیر افتادم. کف گرگی خوردی و آره. متشکرم. خانومی که کلاه شکلاتی دارن؟ من بهار قاسمی ام، صادره از بانگوت. این شهر نیس هست، نمیدونم توی فرانسه هست. من فکر میکنم تو آلمان. من خیلی دوست داشتم کمدین بشم ولی هیچ وقت هیچکی به من نمیخندید. هرچی میگفتم همه همینجوری نگاه میکنن، مثلا الان که شما نگاه میکنید و اینا. بعد دیگه به من گفتن که یه آقایی که آقای ژولی دوفونس یه ورکشاپ کمدیانی گذاشته توی پاریس. بعد من بوده اومدم که برم کلاس، بعد مثل که این آقا یه کار بدی داشت میکرد و اینا بردنش دیگه. من همینجوری دوان دنبالش اومدم ببینم حالا اینجا میتونه ورکشاپ برگزار کنه، من زنگ بی‌نمکی در بیام حالا یا چی دیگه. متشکرم. خنداننده‌تون میکنم. آقای چرمپوش. سلام، من بهنام تشکر هستم. نه اینکه حالا آقای ژولی دوفونس میخواست کمدین بشه، من کمدین هستم. منتها خب افسردگی دارم دیگه. رفتم پیش دکتر یه تعداد قرص برای من نوشت، گفت برو اینا رو استفاده کن، 2 ماه بعد برگرد. رفتم استفاده کردم، دیدم که نه، هیچ افاقه‌ای نکرده. دوز قرصا رو برد بالاتر، گفت برو 2 ماه دیگه برگرد. رفتم برگشتم گفتم دکتر افاقه نکرده. گفت این قرصا رو اصلا بده به من. گرفت ریخت تو سطل آشغال. گفت
یه نفر هست زیر این برج ایفل داره همه رو میخندونه. زیر این برج ایفل داره همه رو میخندونه. زیر این برج ایفل. برو اونو نگاه کن. من صبح به صبح که میام یه رب اونو میبینم حالم خوب میشه. گفتم دکتر اونی که همه رو داره میخندونه منم. من حالم بده. همین. این داستان حتی اگه دروغم بود قشنگ بود. و آقایی که روی چشمبندش عینک زده. پیوند مغز مگه ممکنه پروفسور؟ به امتحانش که میارزه. من قبلا مغز هزاران قورباغه رو با هم عوض کردم. مال اینو گذاشتم تو مال اون، مال اونو گذاشتم تو مال این. همشون هم شاد و شنگ بودن. اینو میبینی؟ همه چیزش پیوندیه. میگم بیمارمه ناراحت میشه. میاو میاو. میشه از ولگردای نه توقع من گربه ژولی دوفانستم. توقع توضیح ازم نداشته باشین. هرچی که لازم بود و خود ژولی گفت به جایی که به ما رسیدگی کنه همش زیر برج بود دیگه. یعنی ما تو خونه تنها و عدستشم ناراحتم واقعا. همونقدر که تو باعث افسردگی من. حالا برو دنیا رو بخندم فایده نداره. حال من تو خونه بده. من گربه خوبی وسط بودم. میاو. متشکرم. اون دکتر مغز اعصاب کی بود می‌خواست تو رو چیز کنه؟ اون عملم کرد من شدم گربه ژولی دوفانه. قبلا علی صبوری. عملم ناموفق بود. به هر حال دور این میز از این قصه ها زیاد شنیدم. هیچ کدوم این قصه ها به کسی کمک نکرد. اینجا هوش آدما و کمکشون به تیم ضد جاسوسی باعث نجات بقیه میشه. در غیر این صورت معلوم نیست کدوم شما از اینجا زنده بیرون برید. به هر کسی که مشکوک هستید اسمش رو میگم بهش رأی بدید. کسی که 2 رأی بیاره حق نداره چشمندش رو برداره. آقای ژولی دوفونس. متشکرم. آقای آرمین. آقای وحید. آقای خسرو. خسرو داره. خسرو شاهی. آلندلو. آقای فیلسوف. دکتر امیر کاظمی. با خروجی بعد خانم الیکا. خانم صحرا. خانم مومن. خانم قاسم. آقای تشکر و گربه عزیزمون علی صبوری. به غیر از آقای دوفونس، دکتر کاظمی و آقای تشکر، ما بقی میتونن چشم بندهاشون رو بردارن. آخه چه خوب. شما رأی نیاوردی. این نشون میده که اینجا حامی حیوانات زیاده. متشکرم. آقای دوفونس شما چشماتونم بسته است، یعنی شک جاسوسی به شما زیاده. تنها کسی که اتهام زد تو صحبتایی که کردیم فکر میکنم که خانم عبدالرزاقی بود از شاگردای دانشگاه فلسفه که به علی صالحی و به بهنام تشکر اتهام زد. بقیه دیگه هیچ اتهامی نزدن، فقط قصه هاشون رو گفتن. این اتهام زدن ایشونو برای من کسی میکنه که میتونم کمک کنم رو حسابش برای
کمکش حساب کنم برای پیدا کردن جاسوسا، رو کمک منم اگه میخواستم حکم جلب بگیرم، حکم جلب یا بهنام تشکر رو میگرفتم یا علی صبوری. میاو میاو میاو. حکم جلب گربه‌ش رو میگیرم. آقای آرمین. بچه من طبق روال میخوام ببینم که اول موافق هستی، چون دونه دونه باید بگیریم. برای اینکه امیر مهدی چشمشو باز بکنه لطفاً رأی بدید. اگر همتون باید رأی بدید، یه نفرم نه دیگه من نمیدونم. خب پس مخالفی. خیلی خوب. من چند تا چیز داده بهم رسیده و مثلا شنیدم و حالا میگم ببینید چه کمکی میتونه بهتون بکنه. چند تا کلمه مشترک پیدا کردم، حالا ببینید که چی هست. من کلمه افسردگی رو مشترک بین آقای تشکر و علی صبوری شنیدم. کلمه برج رو مشترک بین بهنام تشکر، علی صبوری و امیر مهدی جوله شنیدم. کلمه به نام بینی، کلمه بینی رو هم شنیدم بین خانم صحرا اسداللهی و مریم مومن. البته مریم باهوشتر به نظر عمل کرد که گفت کف بینی. به نظرم حالا من چیز اینا داده هایی که به من یعنی تو مغز من داره اینا چیز میشه. و اینکه بلافاصله بعد از اینکه خانم مومن گفتش که کف بینی، وحید آقاپور پشت سرش تکرار گفت البته کف نمیدونم یه چیز دیگه هم انگار میخواست تکرار بکنه. کف گرگی. کف گرگی آره. یه همچین چیزی. من الان دارم میگم که اینها مشترک بوده بینشون. حالا ببینید اصلا آیا این اصلا کمک میکنه نمیکنه. چیزایی که به خاطرم مونده اینا هست. متشکرم. گفتم حالا بهتون بگم. آقای آقاپور. نمیدونم چرا تعداد کسایی موافق این که امیر مهدی بله آقا بله چشمندشو برداره. آقای محدث موافق نیستین؟ رای نمیدین. نمیدونم چرا جوله جون جولی دوفونس موافق نیستن افراد. خودم موافق نبودم ولی الان موافق شده بود. موافق نیست رای جمع میکنه. خیلی خوب دقت میکنه آرمین. برام جالبه این کلمه ها رو گوش میده پیدا. من چون اصلا من حتی خودم وقتی رمزو میدونم هم رمزو متوجه نمیشم کی گفت. نه حالا میتونه این دقت نظر و این کنفرانس اینجوری یه خورده عجیب باشه، مثلا یه چیزی باشه، یه کاوری باشه برای تو. میتونه به نظرم نمیدونم به شکل ناخودآگاه هم ژوله این دور تو یه خورده مشکوکی که این همه آدم باهات زاویه پیدا کردن. فعلا رو این دوتا من یه ذره نظر دارم، رو بقیه نظری ندارم. آقای صالح. با توجه به گپ معارفه چیزی دستگیرم نشد. این سه نفری هم که اینجا صحبت کردن چیزی دستگیرم نشد. من بخوام درخواست کنم برای برداشتن چشمم فقط یک نفر میتونم درخواست کنم؟ بله. خب فرزین محدث بعد از من توضیح بده که چرا توی درخواست برای ژوله همچنان مقاومت کردی. من نمیدونم چرا، چون همه دست بلند کردن، حتی بهنام تشکر و امیر. تو مقاومت کردی. بگو که حتما شاید یه اطلاعاتی داری، یه کمکی میخوای به من میخوام درخواست کنم که امیر کاظمی اگه امکانش هست نظرتون رو بگیم برای برداشتن چشمندش، چون ببینیم بهتر میتونیم بازی کنیم. جوله نظرش چیه؟ مثبت. میتونن برداشت. بله من صحبت فرزینم. متشکرم. آقای محدث. یک مثلثی بین امیر مهدی ژوله، وحید نخند میخوام بخندم، دارم جدی حرف میزنم، امیر مهدی ژوله، بهنام تشکر و خانم مومن هست. از بین این سه نفر حتما دو تا جاسوس دارن. یه بار دیگه میگی مثلث. امیر مهدی ژوله، بهنام تشکر و خانم مومن. از بین این سه نفر حتما جاسوس داره. من دوست دارم حکم جلب امیر مهدی ژوله رو بدم. چشم بسته. متشکرم. جنایت جنگی. آقای ژوله از خودتون دفاع. من یه قصه گفتیم. نه بابا نکنین این کارو که خب این خیلی مسخره است که اصلا نه من حرفی زدم نه تو چیزی حضور داشتم، نه نمیدونم هر کاری میخوام بکنیم چیکار کنم، چی بگم بهتون. این پس به رأی شما بستگی داره. آقای آرمین نظر شما؟ خیلی دفاع عجیبی بود امیر. آره
1. این بار ترجیح میدم واقعا. آره بفرست. 2. من با توجه به چیزی که فرزین داره میگه میخوام بهش اعتماد کنم. 3. 4. منم احساس میکنم که فرزین میتونه کمک کنه و از جوله اگه سفید بودی واقعا نباید انقدر راحت بی خیال میشدی. 5. بابا با اینکه زوده ولی منم موافقم. دلیل برای تبر بودنتون نیاریم. خانم صحرا؟ من فکر میکنم که نه. رأی منفی. خانم مومن؟ هویتی رو برداشته که صاحب اون هویت یک جای دیگر نشسته. متشکرم. خانم قاسم؟ من دلیلی دریافت نکردم ضمن اینکه آقای ژوله خودش زود میزنه، چرا برزنه؟ رأی منفی. آقای تشکر. آره منم فکر کردم امیر مهدی باید به هر حال دفاع میکردی تو آدم چی دفاع باید بکنم؟ میدونم میفهمم. رأی مثبت 7. به نظرم نقش یک بلند نکرد، نقش مال یه برنامه دیگه است، نوستراداموس پدرخوانده است فکر کنم. وگرنه 3 تا بخوای مخرج مشترک بگیری که نمیشه بین این 3 تا حتما 2 تا هست. 100% نه برای خودت حکم. منفی. آقای امیر مهدی ژوله بازداشت شدن. چشم بس. سیمون آنتان دو زد سی تو آقای دوفونس سی تو پپ بسیار خوب. آقای کاظمی. اول که خیلی عجیب بود برام که چرا رأی دادین که من چشم بسته بمونه. مثلا چیزی نگفتم، داستانم هم کلمات زیادی نداشت. حتی اگه مثلا سفید بخوایم در نظر بگیریم کسایی که رأی دادن که من چشم بسته باشه، سفید نبودن قطعا. حکم جلب شما هم الان یه ذره عجیب بود، با اینکه خودم هم رأی دادم به خاطر اینکه دریافتی کردم که حتما چیزی میدونین که اطمینان کنم بهتون، اونو تکذیب کردن بقیه. من میرم ملاقات ژوله ولی خیلی مشکوکیم و این همه جدیتتون هم بازیتون عوض شده. آقای صالحی هم خیلی سرحال بازی میکنه. آقای کاظمی ملاقات بفرمایید. سیمون زندانی بیاد اتاق ملاقات. آخرش هم من میام ملاقاتت با هم. نمیشه. چی؟ تو چی؟ تو چی؟ ها؟ تو گمشو بیرون رو به چی دردم؟ نه آقا به اون منو بیارن تو میگم چی؟ من که به تو اطمینانی ندارم که بگو کن به نظر من یک گروگان رو پیدا کنیم مثلا تعریض کنیم هرچی سریع‌تر یه جوری بگو که به خودت بشیم. زد پایان بعد من یه دونش رو پیدا میکنم با تو میزنم. پایان ملاقات آقای کاظمی با زندانی. آقای کاظمی میدانید که ضوابط رو بله بفرمایید. خب من به ماجرای ژوله دوفونس چیزی نداشتم، یعنی نگرانش نبودم اولش. بعد که شما صحبت کردین اومدم سمت شما که فکر بکنم به این که شما اسم ببرین لطفاً، من نمیبینم. آقای محدث. آقای محدث رو میتونیم رأی بگیریم لطفاً آقای تشکر چشماشو باز بکنه. همه رأی دادن. دلمون باید دیدن چشماش تنگ. متشکرم آقای تشکر چشماشو و اینجا ما تکلیفمون با شما روشن میشه. اگر که ژوله دوفونس روشن نمیشه میشه دیگه روشن میشه. من دلم می‌خواست که تکلیف ماجرای ایشون رو روشن بکنم و باز حکم جلب بگیرم. لایک و دیسلایک نبود، پانتومیم. من گفتم و باز حکم جلب بگیرم که تکلیف روشن میشه، ولی ترجیح میدم برم ملاقات ژوله. اجازه شما هست؟ برای خودتون تصمیم بگیرید. تقاضای ملاقات با زندانی. بفرمایید.
چی؟ اسلحه داری یا سرتیمی یا چی؟ اسلحه میخواد. اسلحه بدی ببینم چی؟ خب چی که من دارم محکت میزنم آخه یعنی چی؟ الان من میخوام بدونم که تو چی استفیدی؟ مشتری ندارم. مگه دروغ داریم مگه؟ اصلا مگه دروغ داریم اینجا؟ این مگه به من میگه من میتونم دروغ بگم دارم میگه؟ نه نمیتونی دروغ بگی ولی اینکه داری عجیب غریب بازی میکنی. ندیم یا مگه زدی یا سرتیمی اسلحه بازی کنم. اسلحه میدم. میدی؟ سرتیمی؟ آره. خب پس من یاری میشناسی؟ ببین الان چیز داره فرضیم که انتظار سرگرده. ببین نفر قبل من که توریست بودم که چجور سرگرده که منو پیدا کرده. ببین الان قبلی اومده طرف من و صد منو سفید میکنه. من برو بگو صد سفیده و بیاریم تمام. دادم. وقتی بیاس نمیمونه. اشکال نداره. بس تو دیگه قبلی گروگان نبود؟ گروگان بود؟ کی بود؟ اوکی. عوض مادم. پایان ملاقات خانم الیکا عبدالرزاقی. بفرمایید. خب من ترجیح میدم که نتیجه ملاقات رو این دو نفر اعلام کنن ولی برای اینکه یه ذره روند کار رو تسریع کنیم چیزی که آرمین گفت رو منم دقت کردم. آقای تشکری کلمه ای رو به کار بردن که من هم قبلش شنیده بودم. یعنی من خیلی آدم بی‌دقتی ام مثل شما تو شنیدن کلمه ولی عجیب بود که کلمه ها رو شنیدم. اصلا نمیخوام بگم ایشون حتما جاسوس این زیر زمینن ولی برای اینکه بتونیم روند کار رو پیش ببریم میخوام درخواست حکم جلب بدم فقط به دلیل همون کلمه‌ای که شنیدم. هیچ دلیل محکم دیگه ای براش ندارم. فقط میخوام ببینم که شما موافق هستین. کسی نمیتونه موافق باشه. بعداً رأی نظر خب من میخوام حکم جلب ایشونو بگیرم به دلیل اون کلمه‌ای که شنیدم. درخواست حکم جلب برای آقای بهنام تشکر که از خودشون دفاع میکنن. بفرمایید خانم. بکش این کلمه رو بگید خانم. افسردگی اشتباه میکنید خانم. اشتباه میکنید. لااقل یکم میومد اینور میرسید من یکم حرف میزدم بعد حکم جلب منو میگرفت. داری اشتباه میکنی. آقای من میتونم حرف بزنم؟ حرف بزن. ایشون اجازه میدن. منو توجیه کن. آقای تشکر اتفاق نمیفته. یعنی اگه برعکسش هم بود ممکن بود من دفاع کنم ولی چون تعدادمونم زیاده رفتنمون تو زندان کمک زیاده داری منو همینطوری الکی میفرستی. به نظرم رفتن من که سابقه‌مون تو زیاده اشکال نداره میرم. نه مهم نیست اصلا ولی آخه نمیدونم من فقط دلیلم همون کلمه هست. متشکرم. من هر آنچه را که گفتم بداهه گفتم. پس آنچه اتفاق میفته رأی شماست. آقای صبوری رأیتون 100% نه به خاطر اینکه حتی اگر جاسوس هم باشه تفنگ هم داشته باشه دوست دارم که اگه قرار تشکر بینمون نباشه تیر بزنیم بهش چون واقعا دارم میگم اینجا افتخار هستی. متشکرم. رأی منفی آرمین یه چیز جابجا نه منفی میکنه بعد میگه رأی نمیده. نه منفی به دلیل اینکه اصلا اولین بار خودم به اون نکته اشاره کردم ولی باید زمان بدیم ببینیم که اصلا چه اتفاقی میفته خودشون چی میگن و نه. متشکرم. بهنام بهترین سالهای عمرش رو تو زندان گذرونده و این اصلا انصاف نیست. من ترجیح میدم از آزادیش لذت ببرم. منفی من اصلا حکم جلب بود که اصلا دلیلش برای من قانع کننده. منفی من اصلا شک هم ندارم با تشکر. آره وگرنه که همیشه خودمو تو جلبشونو گرفتم. متشکرم. من رأی نمیدم چون میگی برید اون تو هم اتفاقی نمیفته یعنی محکماً وای نستادی روی حرفی که داری میزنی. من خب خودم برای که زایه نشم مثبت و خانم مومن تو هم یه مثبتی بده بخاطر نه منفی واقعا دلیلی نداره. و خانم قاسمی آره شما مثبت بزنید. رأی منفی تایید نشد. بفرمایید خانم مومن. مرسی. ببینید آقای محدث چرا میگم صاحب اون نقش یک جای دیگر نشسته؟ به این دلیل که به فرض مثال آقای آرمین میان کلمات رو بیان میکنن و آدم‌ها رو مثال نمیگم شما ایدا نشون میدن میگن این کلمه رو من شنیدم این کلمه رو این کار زده. خب
ولی شما میای 4 نفر رو میگی از بین اینا مخرج مشترک میگیری در روز یک هنوز اعلام نشده که سرگرد من که خودم میدونم چی کارم، خب بقیه هم میدونن چی کارن، سرگردم اینجا هست، مثلا من چیزی استفاده کردم، بعد خود من در ترن معارفه با آقای ژوله وارد جنگ شدم، گفتم که من رفتم اونجا آقای ژوله با کفگرگی عین اینو بقیه‌شو شما گفتین، گفتم که ایشون من اتهام زدم، حتی وقتی برگشتن گفتن که غیر از خانم الیکا عبدالرزاقی کسی اتهام نزده، من گفتم که دیسلایک، یعنی من اتهام زدم به آقای ژوله، من میخوام شلیک کنم. قصد شلیک دارید؟ قصد شلیک دارید به آقای محدث؟ تصمیم نهاییتون رو بگیرید، قوانین شلیک رو میدانید. آقای محدث کشته شدن. بفرمایید خانم. خب دیگه دوستان پر واضحه که اصلا ایشون صبر نکرد که ببین شما، اصلا من موندم شماها چند نفری که تا برسه نوبت مریم چرا اصلا بهش شک نکردین به یکی از این دوتا؟ یه نفر بلند شده قاطعانه داره یه چیزی میگه، یکی دیگه میگه اون برای تو نیست. خب باید از تو این دوتا یک ساید مخالفی در بیاد، هیچ کس راجبش حرف نمیزنه، پس مشکوکه این اتفاق دیگه. یعنی من قطعا یا حکم جلب ایشونو میگرفتم یا ایشونو. خب الان ایشون که جاسوسه تمام، یعنی سرگرد قبل از اینکه بتونه حرف بزنه ایشون بهش شما مگه سرگرد نبودی؟ چجوری مسلحی؟ نه دیگه ادعا کردی سرگردی و مسلح بودی. الان من فکر میکنم واجب تر از ایشونه که حکم جلبشو بگیرن، چون آقای محدث گفتن آقای ژوله و آقای تشکر و خانم مومن و الان بهشون شلیک شد، حتما درست گفتن. یکیشون که توی زندان، من منتظر ملاقات‌ها میمونم. من فکر میکنم الان حکم جلب آقای تشکر رو دیگه باید بگیریم، حتی به غلط، چون پشت دست آقای فرزین که سرگرد علنی بازی بوده باید بازی کنیم دیگه. متشکرم. من حکم جلب آقای تشکر رو میگیرم. آقای تشکر دفاع میکنه. خانم شما به ایشون حمله میکنه، حکم جلب منو داری میگیری؟ زندان در طالعت. من تو زندان راحت ترم، هنوز به من نرسیده ایشی، هنوز من یک کلمه حرف نزدم. بعد ایشون به ایشون شلیک کرده، بعد حکم جلب ایشون چرا نمیگیری؟ چی؟ شلیک کنی؟ شما مسلحی. من مسلحم؟ تو از کجا میدونی من مسلحم؟ نه بگیرید آقا، رای گیری کنید، من نمیخوام برم میرم پیش ژوله. خانه کفم بریده، با ایشون دارین چیز میکن، داری به من میگه شلیک کنم؟ چی کار داری میکنی خانم قاسمی؟ ایشون اجازه ندادن شما صحبت کنید. نه آخه نمیفهمم، واقعا نمیفهمم، این اصرار رو نمیفهمم. آقای علی صبوری رأی میدن. من ترجیح میدادم الان حکم جلب خانم مومن رو میگرفتی، اصلا روشن نظرتون راجب بله رأی منفی؟ نه فعلا منفی. بهنام بهترین سالهای عمرش رو در زندان گذرون. جاسوس هم باشه ترجیح میدم یه خورده بیرون باشه. منفی. من ترجیح میدم قبل از اینکه اون ملاقات رو بشنوم یه تصمیم منفی. منفی. آقای امیر کاظمی. خیلی عجیبین خانم قاسمی. منفی. 2 ملاقات اتفاق افتاده. منفی. منم فکر میکنم، من موافقم، ولی فکر میکنم ایشون واجب تر بود. منفی. خیلی واجبه مریم. آره اگر فکر میکنین من جاسوسم حکم جلب منو با هم میگرفتین خانم. این از این و اینکه شما از کجا میدونین که ایشون یار شماست که انقدر محکم میگی سرگرد؟ اصلا امکان نداره. منفی. و شما خانم خیلی برام عجیبه، چند تا جاسوس خودتون به خودتون یه رأی بدید حداقل. بله من که رأی مثبت. یک رأی تایید نشد. خانم مومن جانم، یک کمی به نظرم یک کمی زود بود شلیک کردنتون. حالا نمیدونم، یک کمی به نظرم زود بود. بعدش یه نکته‌ای بگم بچه‌ها، اونجایی که شما داریم زیر یه هویتی زده
و به ایشون هم دارین اشاره میکنین و چون خودتونم دارین میگید الان ما کدومتون رو باید باور کنیم؟ ایشون همچین ادعایی نکرده، فقط برگشت گفت من چند تا کلمه شنیدم، فقط چند تا کلمه شنیدم، ولی به نظرم میرسه فرزین یک کمی با احتیاط ولی محکم داشت میگفت. خب چرا زدیش؟ اگه محکم نمیگفت چرا زدیش خانم؟ برای چی فرزین رو زدی؟ برای چی فرزین رو زدی؟ لطفا سوال نکنید چون جواب نمیتونم بدم. نه اتفاقا میخوام سوال کنم که عکس العملش رو ببینم. بله شما برای من خیلی مشکوکی و شما هم برای من خیلی مشکوکی. به راحتی داریم میخندیم. متشکرم. بگذاریم آقای صبور. من شلیک کنم به علنیش کرده. نه نمیکنم. نه ولی اصلا چرا با تیر اصلا شما به تیر کار نه حکم جلبی بگیریم حکم جلبشونو. نظرخواهی نمیتونید بکنید. آره ببین 60 و بالا میاری یه جوری میاری انگار مثلا من گربه واقعی این زیر زمینم. نه این نیستش. ببین خیلی چیز ایشون که اصلا گفت من 3 تا کلمه فلان بین ایشون مخرج مشترکش داشت میگفت. شما سری زدی زیر نقش سرگرد و زدی گفتی فرزین محدثم. اگه شما سرگرد باشی تیر از کجا تفنگ آوردی؟ همه این چیزایی که من گفتم و خانم قاسمی گفت منتها عین رونالدینیو عمل کرد. اون برای چیز کرد اون ور در آورد به این ور زد. یعنی شما الان هم 60 رو میاره بالا تو اینه که شما هم بیاد چیز کنه. حکم جلب خانم مومن رو بگیریم. خیلی خوب دقیقاً می‌خواستم همینو کنی که من فقط صحبت کنم. ببین صبر کن بعدش میگم صحبت کنی. ببین من برای اینکه در این زیرزمین حفظ کنم اون شخصیتی که خودم برای خودم پیدا کردم هیچ موقع علنیش نمی‌کنم. با آقای رحیمیانم صحبت کردم برگشتم گفتم شما آقای محدث ایشون به فرض مثال اومدن گفتن من آقای تشکر مثلا آقای ژوله بهار هم حتی گفتن که این کلمه ها رو گفتین عین کلمه رو هم تکرار کردن و مثلا گفتن که ایشون با ایشون این کلمه رو ایشون برای من ضد میشن. در این حالت من این مثال رو برای آقای رحیمیان زدم ولی آقای محدث از اونجایی که من خودم در جریان هستم که چه کاره هستم وقتی میان این شکلی صحبت میکنن برای من بسیار مشکوک میشن و ضمن اینکه شما اینو دیدین که آقای محدث تایمی که جاسوس میشن سری بلند میشن چیکار میکنن؟ خانم مومن رو شات میکنن. الان از اون ترسیدن. خب ولی من شناختمشون. من هیچ ترسی ندارم از این که برم اونجا. خب ولی من الان موندم که مثلا آگاهی خانم بهار چیه که ایشون سرگرد بودن. الان بعد شما مشخص میشه که سرگرد مسلح شده یا نشد. من میرم اونجا بیاین ملاقاتم صحبت کنیم اصلا هیچ مشکلی من ندارم ولی بعدش باید برین سراغ خانم قاسمی. وصیت کردین؟ باید برین سراغش دیگه. نه متشکرم. حالا بر من که اصلا چهارتا تاثیرگذار نبود. متشکرم. رأی شما اصلا تاثیرگذار. خیلی خوب. هر دو نفر بفرمایید. بفرمایید. کجا؟ خانم قاسمی رأی شما. واقعا کسی هست نفهمیده باشه مریم جاسوسه؟ سرگرد که هنوز اسلحه نداره که داره میگه سرگرده. تو رو خدا اینجوری نکنید بابا. رأی شما؟ من خانم مومن برای من مشکوک. بله بابا. 3 رأی. در گره بازیم باید متوجه بشیم دیگه. حرفش راجع به فرزین درسته که فرزین وقتی قاطع بلند میشه اول بازی عموما منفیه. من رأی مثبت میدم که بفهمم هویتش چیه. 5. منم رأی میدم به دلیل اینکه خیلی مشکوک بود حرکتش. آقای کاظمی. برای من خانم مومن سفیدن و عجیبه برام رأی. بله. خانم عبدالله من رأی میدم که تکلیف روشن بشه ولی چرا اجازه نمیدین دور بازی تموم بشه؟ چرا اجازه نمیدین هی حکم جلب میگیرین؟ شما خانم. بچه‌ها واضحه که اصلا نمیتونم کی شک داره. 8 رأی. بازداشت شدید. سیمو. خانم مومن. آقای صالحی حرف اول با شماست. ای کاش این اتفاقات رو میذاشیم که 2 نفری که رفته بودن ملاقات صحبت میکردن منم حرکتش مشکوک بود رأی دادم. الانم و این که همین چیزی که علی صبوری گفته شما میتونستی به جایی که حکم جلب ایشونو بگیری حکم جلب ایشونو میگرفتی. خیلی تکلیف روشن‌تر بودش.
این بخشش و حالا علی صبوری این کار کردش. من میرم ملاقات خانم مریم مومن که ببینم که داستان از چه قراره. درخواست ملاقات دارید با خانم مریم. سیمو بسله اتاق ملاقات. السی که ایفل گفت تو چرا ایفل گفتی؟ منم سیاه زود میرم. ایفل گفت ژوله تو چرا گفتی؟ شو شدی هم سیاهی تو برو منو سفید کن. نمیشه. چرا میشه؟ هیچ کس نمیاد ملاقات من تموم شد. برو منو سفید کن. نه بابا نه دور تا اشکالی نداره. اشکال منو مبادله کن با یه گروگان. اگه نیومد ملاقات سفید کنم. سفید کن. خب بفهم. پایان ملاقات آقای علی صالحی و میدونید که باید چه ضوابطی رو رعایت کنید آقای کاظم. بچه‌ای که توی این زیرزمین گیر افتادین میخواین گیر باشین همینجوری تا ابد؟ نه سفید ژوله خانم مومن سفیده به خاطر اینکه حکم جلب شد. فرزین محدث به این قدرت گرفت حکم جلب ژوله رو و هممون رو فریب داد. من درخواست حکم جلب خانم قاسمی دادم. متشکرم. خانم قاسمی دفاع میکنم. A man that doesn't spend time with his family can never be a real man. یا شما هم جاسوسی یا اینکه اون نقشی هستی که خانم مومن ادعا میکنه داره ازش دفاع میکنه. خب یکی از این دو حالت دیگه که الان بهت برخورده که نه نمیتونی. ایشون میگه که من میخوام از سرگرد محافظت کنم. بچه گوش میدیم؟ خیلی داریم به نظرم افتضاح پیش میریم. یعنی اصلا به چیز اتفاقی که داره میفته توجه نمیکنید. من اون موقعی که دور اول صحبت بود کلمه مشترک خیلی زیاد بود. میخواستم راجبش حرف بزنم. از آلندلون بگیر تا دکتر تا نمیدونم نیست خیلی زیاد بود. تقریبا از 12 نفر 10 نفر کلمه مشترک حالا دو تا سه تا داشتیم. خب من رو حرف فرزین حساب نکردم. اما اینکه یه کسی اینقدر اطمینان پیدا میکنه اصلا شما اون نقش خوبه سفیدا یه کسی چرا اینقدر مطمئن میشه که اون داره دروغ میگه و بلند میشه شاتش میکنه؟ ضمن این که توی در واقع صحبت توی حکم جلبش برگشته گفته که تو اون نقش مال تو نیست، یعنی مال منه دیگه. بس سر نوبتش که میرسه میزنتش. اگه مال تو چجوری مسلحی؟ یعنی امیر کاظمی یا جاسوسی یا واقعا نمیدونم داری چی کار میکنی. من نمیدونم. من خیلی اصلا عصبانی ام که چرا هیچ کس حرف من نمیفهمه. بفرمایید آقای تشکر. اولین رأی. موافقم. یک. من موافقم. بله 100% به خاطر اون دلیلی که گفتم. نباشم میزنیم. 2. اصلا بهار نباید بره بچه. من موافقم. منم موافقم. 4. باز هم نمیفهمم چی میگی چون دارین هم میزنید. 5. بذارید ملاقات اون معلوم بشه. اینجوری هنوز نمیدونیم. نه من رأی نمیدم. رأی منفی. بچه‌ها هر کس بهار رو بفرسته اون تو خیلی تو ذهن من سیاه میشه. قشنگ معلومه که داره چه جوری بازی میکنه. رأی شما منفی. وا. ولی شما بازداشت شدید. سیمو چه اشتباهی. خانم قاسمی بازداشت. اله خانم الیکا عبدالرزاقی. بله نوبتم. آقای ژوله سفیده و دلیل اینکه من هی میگفتم هی حکم خانم عبدالرزاقی الان میتونم یه لحظه صبر کنید. بایستید لطفاً توضیح بدید که چه کسی برای شما قهوه آورد؟ آقای یه نفر با ظاهری
شبیه اون چیزا که تو رابین هود میگفتن شهر در امن و امانه آسوده قهوه رو گذاشت برگشتم سکته کردم. همین زندگانی بود. ولی I work my whole life. I don't apologize to take care of my family. رفت دست درد نکنه بابت قهوه. به هر حال اینجا به کسی نمیشه اعتماد کرد. من باشم اون قهوه رو نمیخورم. بفرمایید. بله بفرمایید. واقعا بله آقای ژوله سفیده. برای همین من خیلی نگران بودم که چرا هی دارید حکم جلب میگیرید برای و چیزی رو هنوز نمیدونین. 2 نفر رفتیم ملاقات، ایشون یه حکم جلب عجیب گرفته برای یه بازیکن، یه آدمی که خیلی میتونسته شاید به ما کمک بکنه. من تقاضای مبادله دارم. تقاضای مبادله. یکی از طرفین مبادله باید گروگان باشه. من 2 تا اسم از شما میشنوم. من تقاضای مبادله دارم بین آقای ژوله و آقای امیر کاظمی. بین آقای ژوله و آقای امیر کاظمی. شما چرا ایستادی؟ تایید میشه. سیمون بفرمایید. مبادلم بابا، رأی نیاوردم زیر. آقای ژوله جای آقای امیر کاظمی میشینن. بفرمایید. خانوم صحرا اسدالله. بچه ها اولین و مهمترین چیز اینه که همه رأی بدیم که آقای ژوله چشم‌بندش رو برداره برای اینکه دیگه واقعا بازی کنه. آقای ژوله چشم‌بندتون رو بردارید. خب بچه چیزی که میخوام بگم اینه که من فکر میکنم فرزین محدث شتاب زده اومد حکم جلب آقای ژوله رو گرفت، نه به خاطر اینکه سیاه بود. پس کسی که اینجا برای من سیاه تره مریم مومنه، برای اینکه من فکر کنم ترسید از اینکه برسه به آقای محدث و سریع شاتش کرد و یه عالمه علامت سوال تو ذهنمه که میخوام برم ملاقات بهار قاسمی، برگردم و بعدش اطلاعات بیشتری بدم. تقاضای ملاقات دارید. سیمون انتن زد اتاق ملاقات. دست لا فرانس. اگر اسلحه بین شما رد و بدل بشه من باید آگاه باشم که تاییدش کنم. فقط در مورد ایشون به شما میتونم بگم که سفید. من سفیدم به خدا. من که سفیدم اعتماد کنم. من سفیدم بده. من به هر صورت به تو اعتماد میکنم به یه دلیل چون اوکی. یعنی اگه ساعتی که به من بگم نه من سفیدم تو سفید و میخوای تو بازی میمونی و اصلا اگه بخوای نه میتونم که میدونم شاید میخوام بکنی و تشکر برای تو سیاهه. ببین نگاه کن علیسم تشکر من کموش نیست که نفهمه من دارم چی میگم. این مقاومت رو نمیفهمم. یعنی ولی وقتی که مریم یا اونجوری بلند میشه میزنه سرگردی میزنه مریم کسی از وقتی من میام برای اون چرا تو میفهمی ملیکا میفهمه که من سفیدم پیدا تشکر متوجه نمیشه. به نظر من سیاهه و علی صبوری که کلن کامالو گرفت. من فکر میکنم این تو سیاهه. اگه این که ساید بازی کلن برعکس باشه تو هایی که سیاه باشه اون که دیگه اصلا نه فراموش کن. زد حواست باشه که تو استرامو میتونستم خانوم قاسمی بازداشتگاه اونس برگردید سر جاتون. خانوم اسداللهی پایان ملاقات. این اولین ملاقات این دور بوده؟ پایان ملاقات خانم اسداللهی با خانم آقای اولین ملاقات این دور بود؟ دومین ملاقات و آخرین.
در این دور از گفتگو. خانم اسداللهی میدانید ضوابط رو؟ بله بله. هیچ صحبتی، بله، هیچ واکنشی، حتی اگر از شما سوال شد. بفرمایید. ای کاش اگر من جای شما، الان فکر کردم یکی رفته، من شاید اگر جای شما بودم میرفتم ملاقات امیر کاظمی. یک، تکلیفم با امیر روشن میشد. دو، تکلیفم با آقای ژوله روشن میشد. الان دورم میخواد بگذره تا اینجا صحبت میخواد بشه، بعدش هم که سر دست تو بودی اتفاقا به شما میرسه. یکم داره پیچیده میشه، ولی به نظرم به یه جایی یهو این بازیه میرسه که یهو خالی میشه. آدما یهو خالی میشه، یعنی کشته میشن. شما ایشونو سفید کردین. خیلی خوب، باش، متشکرم. کار خاصی انجام اجازه میدید؟ شلیک دارم. اجازه شلیک؟ بله بله. اگه مسلح باشید بله. رفت بیاره؟ قوانین شلیک رو میدونید آقای تشکر. پس من از شما فقط یک اسم میشنم. هدف گیری کنید. آقای علی صبوری. آقای علی صبوری. بهنام تشکر کشته. من خیلی دوست داشتم یکی یک درام حماسی برام رقم بزنه، بره واسم اسلحه بیاره، بزنه بخوره به پایر بک بشید. البته آقای زد میگن گربه 7 تا جون داره. خوشحالم به اندازه کافی کارمو تو زیر زمین انجام دادم. تونستم یه حرکتی بزنم که گول بخورم و آره. من براش از شما خانم اسداللهی یکم بهنام تشکر که اصلا امیر کاظمی که گفت که اصلا به نظرم اگر ژوله مهره مهم سفیدی نبود که درخواست مبادله نمی‌کرد. خانم عبدالرزاق شما برای من سفیدامو دارم پیدا میکنم، شما سفید میشین، ژوله سفید میشه، من سفیدم، شما برای چی سفید؟ ما سفید. آره. اسی سفیدی و وایسا شما یکی دیگر رو میگی مریم مامان مثلا 100 جاسوسه میرم با بهار قاسمی میری طولش میدی. خب من حسی که دارم ازت میگیرم مثل چیز دارم میگیرم ازت، جاسوسی دارم میگیرم و امیدوارم بچرخه. اگه نتونی توجیه کنی یه حکم جلب یا یه تیری بهت میزنیم دیگه. فکر کنم بقیه موافقن. بفرمایید آقای آرمین. خب بچه‌ها مریم مومن احتمال 99 سیاهه و اینکه بهنام تشکر وقتی رسید اینجا رفت اون اسلحه رو آورد و این حرفا و اینکه خب تو شکاش اصلا علی نبود، فکر کرد تو زدی و شلیک کرد و اصلا یه دونه به نفع ما. و اینکه از این چیزی که دارم بهتون میگم بعید میدونم که نمیدونم، دارم حدسم میگم بعید میدونم که بهار قاسمی این وسط سیاه بشه، بعید میدونم، چون خیلی اصرار داشت سر بهنام مهره سوخته شده ای نه حدسمو دارم میگم، بهنام مهره سوخته شده ای نبود که بخواد اون کارو بکنه باهاش. خب و اینکه بهنام تشکر خیلی راحت به مریم کارشو کرد برای جاسوسا فکر میکنم. و اینکه از اونجا امیر مهدی خب طبیعتا اون که سفیده، شما سفیدی، خانم اسداللهی نمیدونم، علی که خب مشخص شد، منم که کارتمو میدونم چه خبره. از بین این دو عزیز قطع به یقین برای ما جاسوس در میاد، حتما در میاد، یعنی با هر سری، البته سهران ولی با احتمال کمتر، اولویت‌های مهمتری داریم اینجا. من میخوام شلیک. قصد شلیک داریم.
اسلحه‌تون رو بردارید هدفگیری کنید. من هنوز حرف نزدم، حواست باشه. من از شما یک اسم میشنوم. قوانین شلیک رو میدونید. هدفگیری. منصرف شدید یا اینکه میخواید شلیک؟ نه آرمین بذار. خانوم ببخش. کوچکترین ریاکشنی به شلیک میکنه. من وحید آقاپور. وحید آقاپور. کشته شد. آقای آقاپور حرف آخر. کاش شلیک نمی کردیم. من گفتم هنوز حرف نزدم. ببینید من میدونم سفیدم، من قطعا سفیدم. خب امیر مهدی ژوله سفیده، تو هم سفیدی، تو هم سفیدی. راجع به این دو نفر من تردید دارم. حرفم منتها اینه، فرزین محدث که پا میشه با قاطعیت میگه مثلث ژوله، مریم مؤمن، درسته، و بهنام تشکر. من به نظرم این آدم فرزین اگر سرگرد باشه اینجوری پا نمیشه خودشو لو بده بگه من سرگردم. خب و مریم مؤمنم اگر جاسوس باشه انقدر تابلو نمیاد اینو بزنه. از نظر من مریم مؤمن سفیده و از نظر من فرزین محدث جاسوس بوده. خب من نظرم اینه. اگر شما نظری خلاف من دارید بلند شید تو نوبتتون حرف بزنید، به نتیجه برسیم. و به همین دلیل طبعا بهار قاسمی که اون تعلل رو کرد راجبه مریم مؤمن، بعد اون به نظر من سیاهه، چون ملاقات ها انجام شده من الان نمیتونم برم ملاقات. خب و حیف شد که ما الان یه ضد رو از دست دادیم این شکلی. کاش شلیک نمیشد، ولی در مجموع وضعیت بدی نیست و ما میتونیم به نظر من ادامه بدیم و سفیدا ببرم. متشکرم. سه نفر در زندان هستند. اعلام وضعیت زندان. کی؟ مومن قاسمی. هویت هایی که اونجا حضور دارند بدون اشاره مستقیم به افراد در زندان ما. یک توریست، یک گروگان و یک جاسوس. خانم عبدالرزاقی حرف اول. سر صحبتم. بله. خب من کاری که آرمین رحیمیان کرد و نفهمیدم چرا. چیزی که توی اینجا داشت اتفاق می افتاد، داشتیم حساب میکردیم که اینجا باید جاسوسی داشته باشیم. پس ما احتمالاً یک جاسوس فایربک شده هم شاید داشته باشیم. این تصور منه که یعنی نمیشه الان سه تا جاسوس اینجا نشسته باشن. خیلی بعیده که 3 تا جاسوس داشته باشیم به نظر من. با بخشی از حرفای تو موافقم وحید آقاپور، ولی ایشون رفته ملاقات و هنوز نتونسته صحبت کنه. ما با اول حرفاشو بشنویم بعد نتیجه گیری بکنیم. خب بچه‌ها یه چند تا چیز میگم که بهش مطمئنم. بهار قاسمی سفیده و توریسته. امیر کاظمی گروگانه و این چیزی که آقای تشکر راجع به امیر کاظمی گفت میرفتی ملاقات امیر، تابلو بود که آقای ژوله رو یکی نقش مهمی دارن که آوردن تو و امیر کاظمی و مریم مومن که از اولی که اومدیم تو این زیرزمین دارم خودم میکشم که مریم مومن 100 جاسوسه دیگه. هی کندوکاو نکنید، زندون رو فراموش کنید، تموم شد. این مشخصه. آقای تشکر با کاری که کرد که اصلا آقای تشکر که از اول مشخص بود که جاسوسه، شما رأی ندادین. علی صبوری نگرد تو من و آقای صالحی. من چون سفید مطلقم الان به تو که اصلا با این حرکتی که آقای تشکر کرد سفید شدی بر من. خیلی کار عجیبی کرد آرمین، ولی تمام شک ذهنی منو برطرف که با شلیکی که به شما کرد
و برگشت به خودش، چون من مطمئن بودم بین شما 2 نفر یه جاسوس در میاد. شما که جاسوس نیستی، من میخوام شلیک کنم. قوانین شلیک رو میدونید. من هیچ کس کوچکترین واکنشی نداشته باشه. هدفگیری میکنید و من از شما فقط یک اسم میشنوم. علی صالحی. هدف بگیرید. علی صالحی کجا؟ صبوری. من درخواست مبادله دارم. درخواست مبادله. 2 اسم از شما میشنوم. صحرا اسداللهی با امیر کاظمی. تایید میشه. خانم اسداللهی. سیمو. خیر. زندون بند زمین. بله بله. آقای وحید بفرمایید. بفرمایید. خب عرض کنم که به نام تشکر به این دلیل فایر بک شد که به علی صبوری زد. احتمالاً در یک سایت هستند که فایر بک شد، تیر به خودش خورد و ما جاسوس آخری داریم در بازی که مونده و به همین دلیل بازی تموم نشده. پس من میخوام شلیک کنم. میخواید شلیک؟ بله. به هدف میگیرید و من از شما یک اسم میشنم. علی صبوری. لذت همزمان از مزه و مکان. فودکورت برج تماس. من حتی حرف نزدم. وحید آقاپور کشته شد. تموم شد دیگه، بردیم. به شرایطی رسیدیم خاص. شما 2 بار بهتون شلیک شد، چرا کشته نشدید؟ نقشتون چی بوده؟ من گروگان بودم. آقای کاظمی. من که معلوم شد گروگانم. و شما؟ سرتیم. سرتیم. و شما؟ جاسوسی خریداری شده توسط سرتیم. تیم جاسوسی تیم زد رو شکست داد. انشالله بازی جذابی بشه. 3 2 1 حرکت. داستان کسی با مزه بود بخندیم. آره بابا بخند. سوسماس. دروغ گفتم، من علی صالحی ام. چیکار کنی صدا انقدر شبیه؟ باورم نشد. خیلی خوبه. من یه لحظه فکر خودشونم. این دیر بودی تو تقلید صدا. متشکرم. استعداد اصلیش تقلید صدا. متشکرم که منو گرفتن. دستامو پستن، یه دستمالی گذاشتن، دستامو بستن و یه دستمالی گذاشتن روی بینی. میشه منو تو دستشویی بازداشت کنی؟ جوله سفیده. خانم قاسمی هم به نظرم سفیده. چرا رأی میدین؟ آقای محدث و خانم مومن سفیده. نه عاشقت هم دادا. ماشاءالله. خوشتی بده. بله. راجع بازی صحبت نشه. منم یه جمعی رو یه تیمو میخواد بزنه. قوانین شلیک رو میدونید آقای الان خودش رفتیم.
فهمیدیم حجم اسلحه تأثیری نداره. مهم چیز دیگه است. من از شما فقط یک اسم میشنوم. بله. قوانین شلیک رو میدونید. آخ من؟ مگه نگفتم واکنش نداشته؟ بله. وحید آقاپور. بابا چی کار میکنی؟ کشته شد. بفرم. آقای آقاپور حرف آخر. من حتی حرف نزدم. وحید آقاپور کشته شد. تمام شد دیگه. بفرمایید. بفرمایید. سرگرد. تیم جاسوسی تیم زد رو شکست داد. آره دیگه. من 3 تا جاسوس بهتون معرفی کردم. سربرد بودیم. بله من 3 تا جاسوس بهتون معرفی کردم. ژوله رو انداختی کو. ژوله سفید بود. اونم گفت ایفل. گفت ایفل. اوکی. بابا اصلا نمیشد فرضی رو نگه داری. آقاپور حالت خوبه؟ میبینی تیر روش نشست چرا میزنیش؟ برای اینکه این بیشتر پیش می‌خورد. بابا اونو باید بزن، اینکه یه بار امتحانشو پس داد نشه. فکر کردم فایربک بوده دیگه. یارش زدش. من گفتم بهنام که جاسوسه. یارشو زده که دوسته. من اونجا به چیز گفتم مگه میشه آقای تشکر انقدر کم هوش بشه نفهمه من دارم راجع به مریم چی میگم. جاسوسه دیگه. جاسوس سوم کی بود؟ من الیکا سرتیم بود علی ساله. من یا چشمام بسته بود یا تو زندان بودم. با با نقش سیاه اومدم 2 تا سفید کن داشتم و بردم. من خیلی درست کار کردم. چقدر شلیک دقیق سر بازی. من میخواستم بهنام بزنم. فایر بک شو گفتم پس از بین این 2 تا یکی رو میزنم. یه پرول 50-50 دیگه. یعنی یا باید وحید رو میزدم یا علی رو. علی صبوری انقدر داشت با این 2 تا بازی میکرد. بعد اون داره بالا پایین میپره هیچ که اونو گوش نمیده. نه ببین ما زدا احمق فکر میکردیم چون من رفتم بیرون پس من بدم. آقا من گفتم تو این مثلث تو شما 2 تا جاسوس داری. چیکار میتونستم بکنم؟ خوب درست فرزین با خاطر تو گمراه شدن. یعنی وقتی من سفید شدم تو شدی سیاه، مریم شد سفید، بهار شد سیاه. همه چی به هم ریخت. رمز ایفله. تو گفتی ایفل، مریم گفت ایفل، بهنام گفت ایفل. خب تو این 3 تاست. رمزم ایفل. من دارم میگم بین این 3 تا 2 تا جاسوس در بیار. ببین همون اندازه که تو موثر بودی من نذاشتم آرمین منو بزنه. بین من و وحید اینجوری بودم که با ماست با ما نیست. بعد از یه جایی دیدم نداره ماها رو بد سفید میکنه. ژوله کلمه ایفل رو استفاده کرده، سرگرد گرفتتش، محکم فرزین مهندس ژوله رو انداخت زندان. من رفتم ملاقات، ژوله سفید بود. از اون ور حرف مریم مومن به نظرم منطقی بود که برگشت گفتش که آرمین رحیمیان سرگرده، من سرگرد نیستم که، و درجا تیر زد به فرزین مهندس. اگه نمیزدم باز من حکم جلب فرزین رو میگرفتم به خاطر اینکه سفید خوبمون کرده توی زندان. یه بلوف زدم گفتم میخوام شلیک کنم. آقای تشکر شک کرد و خیلی بلوف خوبی بود، باحال بود. من آره این آخر کاری وحید آقاپور من گفتم دیدی، ولی این دفعه می‌خواستم شانسی بزنم ولی گفتم نه دیگه. حماسی بلند شد. همه فکر کردم من دارم میرم زندون. بهنام اگر به من میرسیدم بهنام میزدم. بعد که چیز شد گفتم خیلی خوب تیرم سیف شد. از بین این 2 تا یکی 50-50 بود دقیقاً برام. بعد بابا تابلویی که چیز بود فرزین مهندس کاملا مشخص بود سرگرد بود. گفتم اشتباهی که ما توی اون دست کردیم که سرگرد رو نزدیم، مریم اشتباه تکرار که سرگرد رو زد. به غیر از بازیکنان یه کلمه رمز این همه میتونه بازی رو جابجا کنه. به هر حال امیدوارم که دوست داشته باشید.